چطوری درس بخونیم که بهترین نتیجه رو در زمان آزمون بگیریم؟ تحقیقات نشون میده که یک تغییر بسیار ساده در روش مطالعه میتونه یادگیری بلند مدت ما رو به طور چشمگیری افزایش بده. توی این ویدیو میخوام به 7 روش علمی اشاره بکنم که بر اساس تحقیقات انجام شده هست که هم به شما کمک میکنه راحت‌تر درس بخونید و هم که بهترین نتیجه رو بگیرید. این ویدیو میتونه برای دانش آموزا، دانشجوها، داوطلبان کنکور، معلم‌ها، والدین یا به طور کلی هر کسی که یک مهارت جدیدی رو داره یاد میگیره بسیار مهم باشه، چرا که مطالبی که توی این ویدیو گفته میشه بر اساس تحقیقاتی هستش که توی چندین سال انجام شده. بنابراین اگر شما هم میخواید نمره امتحاناتون به طور چشمگیری افزایش داشته باشه، پیشنهاد میکنم که توی این ویدیو همراه من باشید. سلام، من مهدی هستم و توی این کانال در مورد با توسعه فردی بر پایه علم و تحقیقات صحبت میکنم. تحقیقاتی رو بررسی میکنم که خیلی میتونه به توسعه فردی شما کمک بکنه. بنابراین اگر شما هم علاقه‌مند به این موضوعات هستید، میتونید صفحه من رو سابسکرایب بکنید و از محتوایی که براتون قرار میدم استفاده بکنید. تحقیق اول در سال 2022 انجام شد و مشخص کرد که اگر میخوایم یک موردی رو یاد بگیریم بهتره که تو فاصله زمانی‌های مشخص مرورش بکنیم. یه مثال براتون بزنم تا واضح‌تر بشه. فرض بکنید امروز من رفتم سر کلاس و یه نکته‌ای رو یاد گرفتم. امروز یاد گرفتم، فردا مرور میکنم، 3 روز دیگه مجددا مرور میکنم، 6 روز دیگه هم مرور میکنم، 10 روز دیگه هم مرور میکنم. یعنی با فاصله زمانی های مشخص مطالبی که یاد گرفتم رو مرور میکنم. این باعث میشه که هر موقع ذهن من میخواد اون مطلب رو یادش بره، من مجدد بهش یادآوری بکنم. در نتیجه ما اگر بتونیم فاصله زمانی مشخص از قبل از یادگیری بر خودمون تعیین بکنیم، در زمان یادگیری هم خیلی بهتر میتونیم اون مطلب رو متوجه بشیم و یادش بگیریم. تحقیقات بعدی که تو سال 2024 انجام شد مشخص کرد کسایی که از فلش کارت استفاده میکنن برای یادگیریشون خیلی بهتر نمره میگیرن توی آزمون ها. یه سری فلش کارت رو دادن به دانشجوها و مشخص کردن جواب سوالاتی که میخواستن ازشون بپرسن توی اون فلش کارت ها و دادن که دانشجوها بخونن و وقتی فلش کارت رو برمیگردوندن ازشون سوال میپرسیدن. اگر جواب رو درست نمیدادن مجبور میشدن که فلش کارت رو دوباره برگردونن و ببینن. احتمالا شما با این روش آشنایی دارین، توی یادگیری زبان انگلیسی خیلی زیاد استفاده میشه. حتی یه جایی اشاره میکنه و یه مثال خیلی جالبی میزنه. میگه اگر قرار باشه شما تاریخ بخونید، نیازی نیستش که خط به خط تاریخ مربوط به جنگ جهانی اول رو برید مطالعه بکنید. یه سری نکات مهم رو توی فلش کارت ها بنویسین و از خودتون بپرسید. به طور مثال چه اتفاقی افتاد که جنگ جهانی اول شروع شد؟ اگر جواب درست رو دادم که هیچ، اگر ندادم فلش کارت رو برمیگردونم دوباره میبینم. یا مثلا چه شخصی ترور شد که این جنگ شروع شد؟ اگر جواب درست رو دادم که هیچ، اگر ندادم برمیگردونم میبینم. این موضوع باعث میشه که مدام ذهن ما درگیر اون مسئله بشه و عملا یه نوع آزمون رو برای خودمون شبیه سازی میکنه که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه در زمان آزمون هم مغزمون دقیقاً بیاد و این مطالب رو مرور بکنه. مورد بعدی اسمش فیمن هست، اگر من درست البته گفته باشم. خیلی تحقیق جامعی من ازش ندیدم، ولی اشاره های زیادی به این تکنیک میشد و میگفتن این تکنیک هم خیلی میتونه موثر باشه تو روش درس خوندن. این تکنیک چجوری کار میکنه؟ میگه اول یه مطلبی رو بخون و یاد بگیر و بعدش سعی بکن برای یه بچه مثلا 10 ساله 15 ساله همین مطلب رو توضیح بدی. همون تکنیک قدیمی هستش که میگه اگر یه چیزی رو یاد گرفتی برای یه نفر دیگه هم توضیح بده و این کمک میکنه به یادگیری خودت. و توی یکی از مقالات یه نکته جالبی نوشته بود، میگفت سعی بکنیم توی این تکنیک فیمن مطالب رو به حالتی توضیح بدیم که بتونه برای یک بچه 10 ساله قابل درک باشه. مثلا ما میخوایم فتوسنتز رو برای یک بچه 10 ساله توضیح بدیم. اگر خیلی پیچیده‌اش بکنیم و چیزای علمی استفاده بکنیم، قاعدتاً اون بچه 10 ساله اینو متوجه نمیشه. اما اگر بیایم خیلی ساده و مثال زدنی براش توضیح بدیم، قابل درکه. به طور مثال بیایم بگیم که یک گیاه با نور خورشید مثل شارژر موبایل کار میکنه. نور رو میگیرن و تبدیل به غذا میکنن. ببینید اینجوری توضیح دادن یعنی ساده سازی کردن برای یک بچه 10 ساله به مغز خودمون هم کمک میکنه که راحت‌تر ابعاد مختلفی از اون چیزی که یاد گرفتیم رو بفهمیم و راحت‌تر بتونیم توی آزمون همون موضوع رو تعریف بکنیم.
و اگر نتونستیم برای یک بچه 10 ساله یه نکته نسبتاً پیچیده رو ساده سازی بکنیم، احتمالاً اون مورد رو به خوبی یاد نگرفتیم. مجدداً باید مطالعه بکنیم و 2 مرتبه توضیح بدیم. البته اینجا میگه یه بچه 10 ساله، ولی خب نیازی نیست حتما بچه 10 ساله باشه. شما میتونید روبرو آینه وایسین برای خودتون توضیح بدین، یا اینکه روی صندلی بشینید، فرض بکنید که نفر جلوتون نشسته و براش توضیح بدین. تحقیقات بعدی هم در سال 2024 انجام شد و اسمش رو گذاشتن SQ3R. از 5 مرحله تشکیل شده و ثابت کرد دانشجوهایی که از این روش استفاده میکنن برای درس خوندنشون خیلی راحت تر یاد میگیرن و میتونن برای دیگران هم شرح بدن اون موضوعی که یاد گرفتن رو. مرحله اول سروی هست. میگه قبل از اینکه بخوایم یک فصل رو به صورت کامل مطالعه بکنیم خط به خط، در ابتدا بیایم تیترها و تصاویری که توی اون فصل استفاده شده رو ببینیم. مرحله دوم کوئسچن هست. میگه وقتی که تصاویر رو دیدیم و تیترها رو خوندیم، حالا بیایم از خودمون سوال بکنیم که این تصویر برای چی اینجا قرار گرفته؟ این تصویر میخواد چی رو به ما ثابت بکنه؟ و مرحله بعدی که رید هست، میگه به صورت کامل سعی بکنید اون قسمتی که مهم هستش رو با تمرکز بالا مطالعه بکنید. ببینید توی سومین مرحله داره میگه بخونید، نمیگه اول بخونید و بعد پاسخ بدین. چرا اینو میگه؟ میگه قبل از اینکه شما توی کتاب پاسخ رو ببینید، سعی بکنید پاسخ رو از مغزتون بپرسید. اجازه بدین مغزتون وارد اون فضایی بشه که درس قراره در موردش صحبت بکنه. حالا که این 3 مرحله رو رد کردیم و مطالعه هم کردیم، میگه حالا کتاب رو ببندیم و برای خودتون توضیح بدیم. بازم فکر بکنید یه نفر جلوتون نشسته و سعی بکنید براش توضیح بدین. مجددا باز بکنید و مطالعه بکنید و ببندیم و آخر هفته مطالعه‌تون رو ادامه بدین، یعنی ریویو داشته باشین. تو مرحله 5 اشاره می‌کنه میگه ریویو داشته باشین. من امروز یه چیزی رو یاد میگیرم و آخر هفته مرور میکنم. بنابراین این 5 تا مرحله اینطوری شد که اول سعی بکنیم تیترها و تصاویر یک فصل رو کامل ببینیم، بعدش از خودمون سوال بکنیم که این تصاویر برای چی اینطوری شدن به وجود اومدن و اصلا چی رو میخواد اثبات بکنه، و بعدش سعی بکنیم نکات مهم رو مطالعه بکنیم. تو مرحله 4 کتاب رو میبندیم و تعریف میکنیم برای یک شخص دیگه و در نهایت آخر هفته تمامی این مطالب رو مرور میکنیم. تحقیقات بعدی هم در سال 2024 انجام شد و اشاره میکنه به کمخوابی. میگه کمخوابی خیلی میتونه اثر منفی بذاره روی یادگیری و درس خوندن ما. و یه مثال خیلی جالبی هم که میزنه، میگه به جای اینکه ساعت 12 شب شروع کنید تا ساعت 3 صبح درس بخونید و بخوابید ساعت 8 صبح برید سر کلاس، سعی بکنید که ساعت 11 بخوابید و ساعت مثلا 4 صبح بیدار شید، درس بخونید و 8 صبح برید سر کلاس. یعنی تا دیر وقت بیدار موندن جواب نمیده، بلکه زود بیدار شدن و درس خوندن میتونه پاسخ مطلوبی سر امتحان به ما بده. تحقیقات بعدی هم که مجددا در سال 2024 انجام شد اشاره داره به میوه و سبزیجات قبل از آزمون. میگه اگر ما سعی بکنیم قبل از آزمون و امتحانمون میوه و سبزیجات مصرف بکنیم، خیلی بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. اومدن روی چند تا دانش آموز این تحقیق رو انجام دادن، به چند نفرشون نوشابه‌های انرژیزا دادن قبل از آزمون و به چند نفرشون سبزیجات و میوه. به طور چشمگیری اونایی که سبزیجات و میوه مصرف کرده بودن نمراتشون بهتر شده بود. بنابراین پیشنهاد میکنن قبل از آزمون حتما سعی بکنیم که میوه و سبزیجات مصرف بکنیم. تحقیقات بعدی و آخرین تحقیق که به همین تازگی انجام شده تو سال 2025 اشاره میکنه، میگه سعی بکنیم ورزش منظم داشته باشیم. اگر ورزش منظم نداریم، سعی بکنیم قبل از آزمون یا قبل از اینکه بریم سر کلاس یه ورزش کوتاهی داشته باشیم. به طور مثال 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه پیاده روی داشته باشیم یا اینکه یوگا انجام بدیم. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه قبل از آزمون که بیشتر خون به مغزمون برسه و تمرکز بهتر داشته باشیم. خب ما تا اینجای ویدیو 7 تا روش علمی بر اساس تحقیقاتی که تا سال 2025 انجام شده بود رو بررسی کردیم. ولی صحبت از تمرکز شد. بهتون پیشنهاد میکنم اگر شما هم عدم تمرکز دارید در زمان درس خوندن، رانندگی یا کار کردن، ویدیویی که این بالا لینکش رو براتون میذارم رو حتما ببینید. ویدیو قبلیمون هستش که در مورد با تمرکز صحبت کردیم. اونجا هم تحقیقات انجام شده ای رو براتون توضیح میدم و روش‌هایی رو براتون توضیح میدم که خیلی خیلی زیاد میتونه به شما کمک بکنه برای افزایش تمرکز.
در نهایت یه خواهشی هم انتهای ویدیو از شما دارم. این 7 روشی که داخل این ویدیو گفتم رو اگر در ظرف 1-2 هفته انجامش دادین خیلی خوشحالم میکنید اگر یه کامنت بذارید و نتیجه رو اعلام کنید، برای اینکه خیلی میتونه مفید باشه برای افراد دیگه‌ای که میخوان از این روش‌ها استفاده بکنن. من لینک تحقیقات و مقالاتی هم که توی این ویدیو ازشون استفاده کردم رو توی دیسکریپشن براتون میذارم تا شاید شما بتونید مطالعه بکنید و نکات جدیدی رو از توشون استخراج بکنید. اگر این چنین بود باز هم توی کامنت ها برام بنویسید تا من هم بتونم از شما یاد بگیرم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.